یک عباره دیگری از شیخ الاسلام جا دارد که به سمع بینندگان بخوانیم و به این می شود برنامه را جنبست نماییم. و این فتاوا مجموع الفتاوای شیخ الاسلام است، جلد 4 که مخصوص در موضوع ایمان و تقدیر است. در اینجا صفحه 418 اینجا امام میگوید و اجمع الصحابه و سائر ائمه المسلمین على انه ليس كل من قال قولا اخطأ فيه انه يكفر بذلك. یعنی امام میگوید صحابگان و همه امامان دین بر این اجماع دارند که نه هر کسی سخنی گوید و خطا کند به آن سخنش کافر می شود، حتی اگر سخنش مخالف سنت باشد. فتکفیر کل مخطئ خلاف الاجماع. میگوید کافر دانستن هر خطاکار خلاف اجماع است. یعنی هر کسی اگر از علوم شریعت آگاه باشد استاد میداند که ماهیت اجماع چیست و خلاف کردن اجماع را چه حکم دارد. یعنی ما دلیل های اتفاقی شریعت، مصدرهای اتفاقی آن قرآن است، سنت است، اجماع است و قیاس است. یعنی چهار سرچشمه به بحث در دین داریم. یکیش اجماع است.